من تقریبا 1 ماه پیش سمرقند بودم، شهر زیبای سمرقند. واقعا دیدنی است، واقعا زیباست. یک شهر پاک با مردم خیلی فرهنگ بلند و عالی یافتم. واقعا زیباست. خب سمرقند و صبح ما را زادگاه خود می‌دانیم، ما را زادگاه اشجار نیاکان خود می‌دانیم و او را ما همیشه کشور دوم خود اول خود حساب می‌کنیم. واقعا خیلی زیبا و دوست داشتنی بود. مردم خیلی میهمان نواز، مردم خیلی دوست داشتنی. اتفاقا که عروس ما هم از شهر زیبای سمرقند است و خیلی خوشحال هستم. رفتیم لباسای خیلی زیبا هم گرفته خریداری کردیم، آوردیم. میوه‌های خشک، غذای بسیار خوشمزه کردیم اونجا. خلاصه همه چیزش واقعا دیدنی است، واقعا زیبا، واقعا دوست داشتنی است. امیدوار هستم که یکی از برنامه‌های شیری، شب شیری ما بخیر با هماهنگی کانون ما در شهر زیبای سمرقند بخیر برگزار شود و بتونیم اونجا هم بخیر بریم و یک شب شیر خود بگیریم. ما در ریگستان رفتم، راستی خیلی جای دیدنیش رفتیم، دیدیم، واقعا خیلی زیبا و دوست داشتنی بود. و همچنان 18 اکتبر روز شهر سمرقند. بر تمام سمرقندی‌های عزیز نازنین خود تبریک میگم، تهنیت میگم و همیشه خوش باشن، سلامت باشن، ایام بقامشان باشه. دوستتان دارم. مردم سمرقند خیلی خوب و نازنین و مهمان نواز دوست داشتنی هستند. همیشه جور و خوب و سلامت باشید.